هم میهنان عزیزم، همان گونه که در کنفرانس مطبوعاتی اخیر در پاریس اعلام کردم، یک کانال ارتباطی امن برای نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دولتی که میخواهند مستقیما با من و تیمم در ارتباط باشند، ایجاد شده است. آگهی تلویزیونی این کانال ارتباطی در حال حاضر فقط از شبکه ایران اینترنشنال پخش می شود. برای حفظ امنیت خودتان، تنها QR کد را در زمان پخش تلویزیونی از این شبکه اسکن کنید و سپس فرم ثبت نام و اطلاعات را تکمیل نمایید. لطفاً دقت کنید که در حال حاضر این تنها کد معتبر است و از اسکن کردن هر گونه کد دیگر به ویژه در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید. همچنین خوشحالم به اطلاع شما برسانم که از زمان پخش این آگهی صدها تن به این کارزار همکاری ملی پیوسته‌اند. من و تیمم به طور منظم در خصوص این کارزار اطلاع رسانی خواهیم کرد. بار دیگر به آن دسته از اعضای میهن‌دوست نیروهای مسلح و امنیتی ایران که دستشان به خون ملت آغشته نیست میگویم اکنون زمان پیوستن به ملت است. اگر چنین کنید من تضمین میکنم که خدمتتان به ایران نه تنها فراموش نخواهد شد بلکه گرامی داشته خواهد شد. پاینده ایران.